توالت های اسکیبیدی پارت 15. از انگشتای دستم هم بیشتر شده تعداد پارت های این. اوکی پارت 15. خیلی خوش اومدید به ادامه ویدیوهای این کانال، یعنی دام استودیو. همونطوری که از تاملیلش دیدم قرار این اپیزود پشم ریزون بشه، همچنین کامنت های شما. اما توی قسمت های قبلی ما چی دیدیم؟ کامرامن و اسپیکرمن تایتان خیلی خوب جنگیدن، ولی حالا نمیدونم زخمی شدن نشدن، آپگرید میخوام بشن یا نشن. بعد اینو دقیقا نمیدونم چه اتفاقی میفته. ولی میریم سراغ این قسمت، یعنی ظاهر شدن دوباره دریلمن تایتان. اما تقریبا 40% کسایی که ویدیوها رو میبینن سابسکرایب نکردن، پس بنابراین قبل شروع ویدیو مطمئن بشید که دکمه سابسکرایب رو فشار دادید و بدون معطلی let's go. Help request TSM coming. درخواست کمک TSM. فکر کنم مخفف تایتان اسپیکرمن باشه. اوکی. برج ساعتو بمب گذاشتم. وای چی شد؟ زمانش صفره. چرا؟ اسپیکرمن تایتان داره میاد. اوکی خیلی خوبه. کامرامنم الان میاد، معمولا دیر میرسه میدونی. خب لارج اسپیکرمن هنوز اینجا زنده است. داشت یادم میرفت کراکمن هم قدرت فوق‌العاده‌ای دارن و اسپیکرمن تایتان ببینیم چی کار میتونه بکنه. اوکی 1 دقیقه وقت دارن. ماشاءالله. وای آهن ربا جلوشو بگیرین، الان یه کاری میکنه. جلوشو ماشاءالله اسپیکرمن لارج. آخه تو کی با یه راکت افتادی زمین؟ کدوم راکتی میتونه تو رو بندازه؟ این چیه؟ میکاسا. اینا SCP نبودن؟ زنده ای دیگه، پاشو دیگه. اون موشک ها میخواد به این چیکار؟ دست تو گرفتی؟ صورتش خاک تو سر، صورتش شکسته با 2 شیاف. خجالت هم خوب چیزیه، بزن لهشون کن بابا. اینا چی هم برای تو؟ خجالت. کامرامن اوکی. چی رو اینقدر چندشه؟ وای بمب کار انداخت. برو بگیرش دیگه، برو. همه چیز میز به خودت وصل کردی، چطور میخوای بگیریش؟ بقیه تایتانا کو؟ اوکی گرفتش. ماشاءالله دریل وومن. آفرین. وای باز تله بود. عجب. آخه نمیگی اون چسبونده روش؟
به اون دستت بخوره ها، به اون دستت بخوره. اوکی کار کرد و زمان رو متوقف کرد. برو سریع اون بمب رو بردار بنداز اونور. سریع زمانی نمونده باقی. اوکی. آی دارن یه کاری میگه، یه کاری کنین. دارن قرار بود دیریلمن بیاد کوش. صداش داره میاد. داره میایه. خودشه. جینقدر گنده است. اومد. یا ابوالفضل یا حاجی، این سوراخ نمیکنه، این خود سوراخ میکنه. پارتون بکنه. پاره. آخه اون شیافا دیگه این کار رو نمیکنه حاجی. اون پشمام غیرش. حالا نوبت توه. اوکی. داره میکشونتشون تو. قرینج بخورده شده. اوکی. قراره پس بهتره کنیم همه جا رو. اوکی خیلی خوبه. کلاکمن تایتان اون توه. تو برج ساعت یه خبرایی هست. ماشاءالله اشعال منی ماشاءالله. اوکی. توالت های SCP پشمک عبدالله شدن. آهان پس شکست خوردین ها؟ از بدنش خواهد. یادم رفته بود اینجاست. خب اومده پایگاه. چه جالب، داخل پایگاه ها رو داریم میبینیم. چی داره میگه انگار دارین تعمیرش کنین. یه جوری داره دستور میده. جیمن رو ندیدیم ما. از جیمن خبری نیست. بکنم دارم میرن جیمن رو ببینن. اینا چی هن؟ اونا دارن توالت ها رو کنترل میکنن. اوکی. زندانی کردن بعضی هاشونو. اونا یه جورایی در حقیقت هیولا هستن. این احمقا رو نگه میدارن یه جا زندونیشون میکنن، یه هو ولشون میکنن بین کامرامنا. خب You won't get tired of losing, old man, will you? چی میگی؟ همیشه میبازی پیرمرد. But you could at least try to last longer instead of counting on your old tricks. Keep their titans busy with your horror toilets or whatever you call them. Soon there will be no place for them. این کیه دیگه؟ Clocks will fall. شبیه ننه میراندا بود. این کیه؟ این از کجا پیدا شد؟ دامستاتیو تو یه چیزی بگو. این کیه؟ حاجی مگه ورد آف وارکرافت این چیه؟ بذار تو اینترنت یه سرچی بزنم ببینم چه خبره. دیویل وومن وید پورپل آیز. خب این کیه؟ نمیدونم. تو اینترنت هزار جور چیز میاره. نمیدونم الان دقیقاً کدومشونه. خب برای بس مرسی که ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. اگه میدونین این زن کیه توی کامنت ها بنویسید.